میخوام 5 زاویه سینه رو با کراس براتون توضیح بدم. اولین زیر سینه، یعنی این قسمت پایین مستقیم وسط کراس وای میسیم. زیر سینه عمود سینه بالا شروع میکنیم. زیر سینه. حالا میایم قسمت بالاترشو، یعنی این قسمت اینجا، این قسمت اینجا رو درگیر میکنیم. در این حالت یه ذره جلوتر میایم که زاویه دستمون در راستای عضله زیر سینه قرار بگیره و زاویه سوم زاویه بالاتره اینجا. حالا این قسمت رو میخوایم کار کنیم، قسمت وسط. شیب بیشتری به خودمون میدیم. دقیقاً و قسمت بالاترش، یعنی قسمت میانی تا ترقوی، قسمت وسط سینه رو میایم کار میکنیم. در این صورت یا ما میایم اینو، چون زاویهش خیلی میاد پایین، یا باید به صورت خم اجرا بشه. به صورت خم باید اجرا کنیم، یا اینکه میایم کراس رو هم سطح سرشونه قرار میدیم. کراس رو هم سطح سرشونه که قرار بدیم، قسمت میانی رو درگیر میکنیم و قسمت بالای سینه یعنی ترقوه‌ای ما به دو صورت میتونیم اجراش کنیم. این که میتونیم همون جوری که مثل پرس سینه وسط بود با یک زاویه کمتر شیبش رو ایجاد کنیم و رو به بالا هدایت کنیم اینا. یا اینکه بیایم پایین تر قرار بدیم، دستگیرها رو پایین تر قرار بدیم و به این صورت. چون عضلات سینه، ابتدای عضلات سینه رو بازو قرار داره، زیر دلتوئید قرار داره، ما باید رشته های انتهایی رو در امتداد ابتدای عضله قرار بدیم که بتونیم بهترین فشار رو عضله ایجاد کنیم. در غیر این صورت اون عضله مورد نظر رشد نخواهد کرد.